ستاره سر برگم نوسوزی گیاه بامبو یکی از شایع‌ترین مشکلات هستش که به دلیل کیفیت بد آبه، یعنی که املاح آب بالاه یا کلور آب بالا هستش و یکی بهداشت آبه، یعنی شما هر هفته یا هر 2 هفته یا حداقل اگه خیلی سرتون شلوغه ماهی 1 بار باید آب بامبو رو تعویض کنید. میتونید از آب جوشیده سرد شده یا آب تصفیه برای بامبو استفاده کنید. حتما نور عالی برای گیاهتون تهیه کنید و اگه میخواین گیاهتون رشد خوبی داشته باشه این گرد و غبار نباید روی برگ بشینه چون منافذ برگ بسته میشه. حتما ماهی 1 بار از صابون‌های محلول پاشی برای تمیز کردن برگ استفاده کنید. در شرایط بدی که آب همچنان راکد بمونه این لکه‌های قارچی شروع به رشد میکنن و اینجا باید دیگه از قارچ‌کش برگ استفاده کنین. متاسفانه گیاهتون بیمار شده و نیاز به درمان داره. من ستاره‌ام، درمانگر تخصصی گیاهان آپارتمانی و اینجا قراره حال گیاهانمون رو خوب کنیم.